بهرام جان به نظر دیگه وقتش نیست بچه دار بشیم. چرا وقتشه. الان خانم بچه دقیقا چند در میاد؟ مزنه داری؟ قیمت داری؟ الان یه ویزیت اولیه دکتر و آزمایش ها و خرج زایمان. اونو که چیز میکنیم، طلعاتو میفروشی، هزینه ها در میاد. نه هزینه های دیگه بازم داره چیزی. بعد یه تخت کالسکه و اسباب بازی. 2 فرش داریم تو حال، اونا رو میفروشیم، این هزینه ها در میاد. شیر خشک و پوشک هزینه‌اش بالا، اونو چیکار کنیم؟ پادری جلو همون توالت رو میفروشیم، به جاش روزنامه می‌نویسیم. عالیه. مهد کودکم نمیفرستیمش، راست میفرستیمش مدرسه. من ماشینام میفروشم، خرج مدرسه‌اش میکنم. آره. دانشگاه چی؟ کلاس کنکور، معلم خصوصی، کتابای کمک آموزشی. این خونه رو میفروشیم، خرج دانشگاه و اینجور چیزاش میکنیم. خودمون میریم توی کپری چیزی زندگی میکنیم. اینا مهم نیست. ازدواجش هزینه ازدواجش. من فکر اونو کردم. از فردا ورزش رو شروع میکنیم تا کلیه‌مون تا موقع حسابی قبراق و سرحال بمونه. آها 2 کلیه ما رو میفروشه، ما میشیم یه کلیه‌ای با هم زندگی میکنیم، هزینه ازدواجشو اینا میشه. شغلشو چیکار کنیم؟ نمیخوای یه سرمایه جور کنی بچه کاری شروع کنه؟ بابا تا اون بخواد یه شغل شروع کنه مشکلی نداریم که قسط اون قبل 2 طبقه‌مون رو دادیم، قسطشو دادیم، قبلا رو میفروشیم، یه سرمایه میکنیم، میریم دست بچه یه کاری شروع میکنه، مشکلی نداریم که. پس خودمون کجا بمیریم؟ یه جوب خوشگل آب زلال خوشگل پیدا میکنیم، سرمون رو میذاریم، میمیریم توش دیگه. اسمشو چی بذاریم؟ من تو اون پدرام من دوست ندارم. خب پس هیچی. بچه‌ای که اسمش پدرام نباشه اون بهتر که نباشه. آره بابا، بچه میخوایم چیکار؟ آدم برای یه پدرام که زندگیشو نمیفروشه. مجله‌مون رو بخونیم.